نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، هموطنان ارجمند، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد، سپاس، ستایش و شکر به حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش. خداوند جل و علا را شکر و حمد و سپاس میگوییم که ما را به این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه خلاصی از آتش جهنم، این ماه مبارک رمضان رسانید. و از پروردگار جل و علا طلب توفیق می نماییم که به همه ما و شما توفیق عبادت نصیب گرداند و از ما و شما نماز و روزه و نماز شب و ختمی های قرآن را بپذیرد. خداوند گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند. خداوند برکت این ماه رمضان را در خانواده هر یک مسلمان همیشگی بگرداند. برادران عزیزم، ما در یک ماه بسیار با برکت، ماه زیبا، ماه رحمت، ماهی که درهای بهشت گشاده شدند و درهای آتش جهنم بسته شدند و ماهی که تمام شیطانها در زنجیرند مگر شیطانها یا همون نفسهای خودمان که گمراه کنندند. پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روز اول ماه مبارک رمضان خطبه کردند و گفتند: یأتیکم شهر رمضان شهر مبارک، بر شما ماه مبارک رمضان رسید. فرض الله علیکم صیامه، خداوند جل و علا روزه گرفتن در این ماه را برای شما فرض گردانید. تفتح فیه ابواب الجنه، در این ماه تمام درهای جنت گشاده شدند. و تغلق فیه ابواب النار، و تمام درهای آتش جهنم بسته شدند. و تغل فیه الشیاطین، و شیطانها در زنجیر بسته شدند. فی بدایته شهر رحمه، اولش یعنی دهی اولش رحمت است. و فی منتصفه مغفره، و دهی بینش مغفرت است، مغفرت از جانب پروردگار جل و فی آخره عتق من النیران، و دهی اخیرش، در این دهی اخیر خداوند جل و علا آنانی که روزه داشتند از روی ایمان و اعتقاد از آتش جهنم خلاصی می‌یابند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که خداوند فرمود: قال الله كل عمل ابن آدم له الا صيام، همه عملهای انسان برای خودش است مگر روزه. فانه لی، پس روزه برای من است. و انا اجزی به، پاداشش نزد من است. و الصیام جنه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که روزه برای انسان، برای مسلمان سپر است. سپر از چی؟ از وسوسه های شیطان، از بدی ها، از رذیلی ها، از گناه ها، از بیماری ها، از تمام بدی ها. باید انسان چنانی که خداوند جل و علا شیطان ها را در زنجیر کشید، باید انسان نفس اماره و نفس سرکش خود را باید در زنجیر بگیرد. نگاه خود را باید روزه‌دار بدارد، گفتارش باید روزه‌دار باشد، هیچ سخن بیهوده باید انسان روزه‌دار نگوید. و اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط، پس هر یکی از شما که روزه گرفت بیهوده نگوید، زشت نگوید. فإن سابه احد او قاتله فليقل إني امرؤ صائم، پس هر کسی اگر به او ضرر رساند و بخواهد که به مالش یا جانش ضرر برساند، پس بگوید که من روزه دارم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من المسك. پیامبر خدا سوگند خوردند، گفتند سوگند به اون ذاتی که، به خداوندی که جان محمد در دست اوست، بوی دهان روزدار نزد خداوند جل و علا از بوی مسک
بهتر است. للصائم فرحتان، پیامبر محبوبمون گفتند برای انسان روزدار دو خوشنودی است، دو مژده است. یفرحهما اذا فطر، وقتی که تا روزداری می ایستد، وقتی حالت روزش کوی می شود خرسند می شود، این یکم خرسندیش. و اذا لقی ربه فرح بصومه، و خداوند جل و علا به سبب روزش او رو بالاترین نعمت در جنت چی است برادران عزیزم؟ دیدار خداوند جل و علا. به سبب روزش وقتی به این نعمت میرسد و خداوند جل و علا رو میبیند، دویمین خرسندیش در جنت خواهد بود. خداوند جل و علا دیدارش را به همه ما و شما نصیب گرداند، به گذشتگان و به آیندگان ما و شما نصیب گرداند. برادران گرامی، امسال روز مادر در ایام ماه مبارک رمضان را آمده است و ما در این دو حادثه مهم حیات انسانی را گرامی می‌داریم. رمضان ماه رحمت و مغفرت و پاکیزگی است و احترام مادر نیز یکی از رکن‌های مهم اخلاقی اسلامی میباشد. از این رو به خواست خداوند صحبت امروزه ما در مورد جایگاه مادر در اسلام، ضرورت احترام و نگاهبینی همه جانبه زنان و مادران، پیشگیری از خشونت نسبت به زنان، نقش مادران در تربیت اخلاقی جامعه و اهمیت تعلیم دختران خواهد بود. اسلام به مقام مادر و زن ارج می‌گذارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: الجنة تحت اقدام الامهات، جنت زیر قدوم مادران است. الزم قدمیها فثم جنه، خدمتش را بکن، دعایش را بگیر، جنت را میابی. در زیر پایش چی است؟ جنت است. نیکی در روزگیش جنت است، در دعای نیکش جنت را میابی. و در قرآن کریم نیز برای احترام والدین تاکید شده. خداوند جل و علا میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بالوالدین احسانا، و به والدین یعنی پدر و مادر نیکی کنید. مادر به مثل سرچشمه مهر و محبت و استاد نخستین انسان است. هر فردی که به مادر خود محبت می‌ورزد و احترام او را به جا می‌آورد، به رحمت خداوند جل و علا امید بسته می‌تواند. از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که مردی نزد او آمد و پرسید: یا رسول الله، من احق الناس بحسن صحبتی؟ ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از بین مردم به کی بیشتر نیکی کنم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: امک، به مادرت. قال ثم من، صحابه پرسید بعد از مادرم باز به کی نیکی کنم؟ قال امک، فرمود باز به مادرت نیکی کن. قال ثم من؟ قال امک. سیوم بارم پرسید ای پیامبر خدا، به کی بیشتر نیکی کنم؟ باز فرمود به تکرار که به مادرت. ثم قال ثم من؟ قال ثم ابوک. و بار چهارم وقتی پرسید، تنها در چهارمین بار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از آن به پدرت نیکویی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به تکرار و تأکید مادر را 3 بار ذکر کردند که بیشترین حق را دارد برای نکویی و سپس پدر را گفتند. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکنند. این حدیث نشان میدهد که مقام مادر عزیزتر و احترام او واجبتر است. ضرورت احترام و نگاه بینی مادران. شاعر میگوید: جنت که رضای مادران است، در زیر قدوم مادران است. همه ما وظیفه داریم که نسبت به مادران مهربان باشیم و احترام آنها را همیشه به جا آوریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: شخصی که صبح را آغاز میکند و مادرش از او راضی نیست، پس او در عذاب خداوند جل و علا قرار دارد. در ماه مبارک رمضان که ما برای پاکسازی دل و نفس کوشش میکنیم، باید نسبت به مادران بیشتر غمخواری نماییم. این غمخواری نه تنها با سخن بلکه اعمال نیز باید ظاهر گردد.
و مادران کمک کردن، از حالشان پرسان شدن، مهیا کردن شرایط بهتر برای زندگی آنها از جمله وظیفه های فرزندان است. همه کار دنیا پشیمانی دارد بجز عبادت پروردگار جل و علا و خدمت به پدر و مادر. دیگر همه کارها پشیمانی دارد. بیهوده نیست که خداوند جل و علا در قرآن کریم مقام نیکی کردن به پدر و مادر را بعد از عبادت خود قرار داده است. خداوند جل و علا در سوره اسراء می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. و پروردگارت چنین فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن یا هر دوی آنها به سن پیری رسیدند، حتی کمترین اهانت یعنی اوف به آنها مگو. ولا تنهرهما، بر سرشان فریاد مزن. و قل لهما قولا کریما، و به آنان به نیکی و مهربانی سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و از روی مهربانی در برابرشان فروتن باش و بگو. خداوند جل و علا به ما و شما نشان می‌دهد چطور تعامل کنیم، چطور رفتار کنیم، چطور بشینیم، چطور نگاه کنیم، چطور صحبت کنیم، چطور در حق پدر و مادرانمان دعا کنیم. و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، و بگو پروردگارا همان گونه که پدر و مادرم بر من رحمت آوردند و در کودکی پرورشم دادند، تو نیز ای پروردگارا به آنها رحمت آور. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم. پروردگار شما به آنچه در دلهایتان هست آگاه تر است. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اگر شایسته باشید یقینا او در حق توبه‌کاران آمرزنده است. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بعد از پدر و مادر خداوند دیگر حقها را میگوید و حق خویشاوندان را به او بده، یعنی صله رحم را به جا آور و نیازمندان و در راه ماندگان را کمک کن، یاری کن و هیچ اسراف کاری نکن. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. در حقیقت اسرافکاران برادران شیطانند. و کان الشیطان لربه کفورا. و شیطان نسبت به پروردگارش همواره ناسپاس بوده است. پدر و مادر دو دری از بهشتند. اگر دعای نیک آنها را گرفتی، اگر خدمت کردی، در جنت حدیث صحیح است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. رضاگی خداوند جل و علا در رضاگی پدر و مادر است. اگر پدر و مادرت از تو راضی باشد، اگر تو را دعای نیک کند، این نشانه دوستداری خداوند جل و علا بالایت است. ما چطور میفهمیم که خداوند ما را دوست می‌دارد؟ از دعای نیکی پدر و مادرمان، از خدمت به پدر و مادرمان. وقتی پدر و مادر دعای نیک کرد، دست برداشت و دعا کرد، در حقیقت ما حس میکنیم که برکتی در زندگیمون، در عمرمون، در فرزندانمون، در تجارتمون، در زراعتمون، در کارهایمون می افزاید. این نشانه دوستداری خداوند جل و علا است.
ما عبادت ها رو میدونیم. نماز عبادت است، صدقه دادن عبادت است، نیکی کردن عبادت است. شما میدونید که 3 نگاه هم عبادت است. در اسلام نگاهی 3 چیز عبادت است. یکی نگاهی محبت در روی پدر و مادر ایستادن، این عبادت است. فروتن ایستادن و با چشم آنها رو نگاه کردن، با تواضع با تبسم نگاه کردن، پر از محبت به آنها نگاه کردن، این عبادت است در اسلام. نگاه کردن کعبه عبادت است. خواندن و نگاه کردن قرآن عبادت است. برادران عزیزم، چقدر زیادن کسانی که بعد از دنیا رفتن مادر حسوس میخورند، افسوس میگویند که آنهایی که در حق مادر خدمتی نکردند و مادر رفت آه میکشند که ای کاش آن فرصتی طلایی برمیگشت که خدمتی به پدر و مادر میکرد. انسان همین است، ضعیف است. تا وقتی نعمت در نزدش هست به قدر آن نمیرسد. وقتی خداوند آن نعمت رو از او گرفت بعد پشیمانی میکند که ای کاش میبود دعایش رو میگرفتم، نیکی میکردم، خدمت میکردم. آنهایی که خدمت زیادی برای پدر و مادرانشان هم کردند آنها هم افسوس میخورند ای کاش پدر و مادرم زنده میبود که باز هم زیادتر به آنها خدمت میکردم. طبیعت آدمی چنین است، همیشه به قدر نعمت بعد از زوال نعمت میرسد. بنابراین آنهایی که سایه پربرکت مادران بالای سرشان هست این فرصت نایاب را غنیمت دانند. مادران نخستین مربیان میباشند برادران و پایه‌گذار اخلاق جامعه هستند. هر قدر مادر دارای اخلاق حمیده و دانش باشد، ایمان و تقوا و پرهیزگاری داشته باشد، همون قدر فرزندانی صالح و با آداب تربیت میکنند. بزرگان ما و شما امام بخاری رو ببینیم، مادرش رو تربیت کرد، در سن خردسالیشون هم یتیم شد. علما میگویند اگر میخواهی که یک خانواده سالم باشد یک پسرک رو تربیت بده، پسرت رو تعلیم و تربیت بده که سبب کامیابی یک خانواده میگردد. اگر میخواهی که یک امت رو تربیت کنی، اصلاح کنی، دخترت رو تربیت بده. چنانه که ما شوق و ذوق داریم برای تعلیم و تربیت فرزند پسرمون، باید دو چندی آن را برای دخترانمون باید داشته باشیم. دختران سرچشمه تربیت آینده جامعه هستند. اسلام و تعلیم دختران توجه خاص دارد و تعلیم را برای مردان و زنان فرض می شمارد. پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه. طلب علم، دانش برای هر یک مرد و زن مسلمان فرض است. مادر بیسواد نمیتواند فرزندی شایسته را تربیت کند. اگر دختران تحصیل نکنند و علم و دانش و تقوا و پرهیزگاری نداشته باشند پس نسل آینده را آنها تربیت کردن نمیتوانند. پس جامعه باید به آموزش دختران توجه خاصه ظاهر کند و شرایط مهیا سازد که آنها صاحب علم و معرفت گردند. خوشبختانه امروزها در سطح دولتی همه امکانیت ها برای علم آموزی دختران مهیا می باشد. حتی سرور دولتمون پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همه ساله برای جلب دختران از منطقه های دوردست و تحصیل ها کوته ها تقسیم کردند. کوته های پرزنتی جدا میکنند. این هم غمخواری و هم نعمت بزرگ است. این نعمت ها را باید استفاده کنیم. دانش و هنر آموختن دختران در شرایط حاضره آینده بدون عذاب و مشقت و سختی آنها را کفالت می‌دهد. وقتی دختران و فرزندانمان را ما در تحصیل میمانیم و آنها را می‌آموزانیم، همیشه علم نور است. اگر یک انسان علم بیاموزد در تربیت فرزندانش کامیاب و موفق میشه. بعضی‌ها همین را نادرست میفهمند. باید دختر را خوب تربیت کنند. بعضی‌ها برای بدبختی دختر خود را تیار میکنند. اول که انسان هر کاری که کرد باید خدایی باشد، کارش از برای پروردگار جل و علا باشد. متاسفانه بعضی عائله ها رو ما میبینیم که به دخترانشان میگویند بخوان که
فردا جدا شدی یک جای کار بیابی، همون دختر رو به بدبختی و ناکامی تیره داده است. بخوان که یک روز ناکام شدی، شوهرت تو را طلاق داد، یا که باید بگی دختر جان بخوان که فردا فرزندت را تعلیم و تربیت خوب داده بتانی. بخوان تا اینکه خداوند از تو راضی باشد. بخوان که در زندگی ناکام نشوی، به بدبختی نروی، به جدایی نروی. هر چیزی که از روی مهر و محبت شد او با برکت و ثمره نیک دارد. اسلام همه گونه خشونت را محکوم میکند، چه رسد اگر آن خشونت نسبت به زنان و مادران باشد. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحشان فرمودند خیرکم، بهترین شما، خیرکم لاهله، بهترین شما ای مردان، ای مسلمانان، بهترین شما کسی هست که بهترین معامله و رفتار و اخلاق را با همسر و دختران و خانواده اش دارد. بهترین شما همون انسانی است که بهترین معامله را با همسر و دختر و پدر و مادر و خانواده و اهل و عائله اش دارد. بعضی ها فکر میکنند که اگر داخل خانه شدند زن بلرزد و بترسد و پیشوا بخورد، این نشانه جوانمردی اش است. البته که چنین نیست. ظالمترین انسان هم در این دنیا و هم در روز حساب نزد خداوند جل و علا انسانی است که به همسرش دست درازی میکند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. استاد آمدن دوام میدهند، راه کشین بخشید.